سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. پارسا هستم. قرار که امروز با هم دیگه یاد بگیریم که چگونه توی ماینکرافت زمین صاف رو بیاریم. حالا این زمین به چه دردی میخوره؟ این زمین مثلا برای ساخت خونه، این چیزی مپی مثلا میخواید توش بسازید، یا مثلا یا آموزشی چیزی بخواید بذارید، یا بعضی هم اینطوری دوست دارن زمینشون صاف باشه. پس قبل از اینکه بریم آموزش رو ببینیم، حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر از اینجور ویدیوها دوست دارید منو دنبال کنید، ممنون میشم. بریم سراغ آموزش. خب بچه ها، وارد بازی میشه. صبر میکنیم تا بازی بیاد. خب حالا که بازی آورد، روی گزینه پلی ضربه میزن و به بخشی میریم که میخوایم مپمون رو بسازیم. حالا شاید بعضیا بلد نباشن این بخش. خب وقتی که رفتیم، حالا میتونید غیر هک هم باشید، هک هم باشید، اما من ترجیح میدم هک باشم. پس این گزینه رو میزنم. اما حالا میخوایم زمین رو صاف کنیم. شما میاید پایین روی این گزینه که بهتون الان میگم. بله، روی این گزینه میزنید و بعد از اون روی این گزینه رو تیکشو میزنید. این گزینه حالا وقتی که میبینید ما الان میزنیم، خب الان میبینید عکس اینجا اونم تغییر کرد. حالا میزنیم بریم وارد مپمون بشیم. ویدیو رو استوب میکنم تا بیاد. خب بچه حالا همینطور که میبینید زمین من دور تا دور صافه. و یه نکته دیگه هم که تو این زمین وجود داره، اگر زمین رو بکنید و چند تا بلوک بکنید میرسید به ته زمین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بازم این همیشه، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما این ویدیو رو لایک کنید و منو دنبال کنید. با تشکر، خدا نگهدار.